میگی؟ توی این ویدیو میخوام راجع به این صحبت کنم که چجوری صاف وایسیم. این یه مشکلیه که این روزا تقریبا هممون داریم. علتش هم سبک زندگیمونه. به قدری با گوشی و لپتاپ و چیزای دیگه درگیریم و همینطور کلا توی زندگیمون انقدر به جلو خم میشیم که به مرور زمان دیگه صاف وایسادن برامون خیلی سخت میشه. برای اینکه بتونیم این مشکل رو حل کنیم اول باید بفهمیم که عامل این خم شدن به جلو و قوز کردن پشت چیه. خب اگه از بغل بدن من رو نگاه بکنید، وقتی که قوز میکنم پشتمو، اتفاقی که میفته اینه که قسمت جلویی بدنم جمع شده، همه عضلاتم به هم نزدیک شده و قسمت پشتی بدنم باز شده و عضلات از هم دور شده. معنی این چیه؟ یعنی اینکه وقتی به مدت زیادی توی زندگیمون به مقدار زیادی همش به جلو خم میشیم، بعد یه مدتی عضلات جلویی بدن، عضلات سینه و جلوی شانه و تمام عضلات جلویی بدن دچار انقباض میشن و کوتاه میشن به مرور زمان و عضلات پشتی اون حالت ثبات خودشون رو از دست میدن. در نتیجه ما باید عضلات جلویی بدن رو کشش بدیم و باز کنیم و عضلات پشتی بدن رو تقویت بکنیم. هر حرکتی که منجر به این حالتها بشه در واقع باعث میشه که ما به مرور زمان بتونیم صاف وایسیم. یعنی صاف وایسادن در واقع یه چیزی نیستش که با خواستن ما اتفاق بیفته، چون وقتی عضلات شما ضعیفه و یاری نمیکنه، شما هر چقدر تلاش بکنید بعد یه مدت خسته میشید و ول میکنید. پس توی این ویدیو میریم که تمریناتی رو که میتونید توی خونه انجام بدید و کمک میکنه رو با هم انجام بدیم. اولین تمرینمون ساده ترین کششمون باشه. من اینجا از یک کمربند یوگا استفاده میکنم. شما میتونید که از هر وسیله غیر کشسانی استفاده بکنید. یه شال گردن، یه کمربند یا هر چیزی که کش نیاد. روی زانوهاتون بشینین. دستا رو بیاریم بالای سر و همینجوری که بدنتون صافه دستا رو بکشید پشت بدن. دستاتون باید راحت و صاف بره، در این حال کشش هم باشه. انقدی این کمربند رو تنگ نگیرید که نتونید دستاتون رو ببرید عقب و مجبور شید که آرنجتون رو خم کنید یا به کمرتون فشار بیارید. میتونید دستا رو در حدی باز بکنید که راحت بدون شکستن آرنج بره عقب، اما کشش رو هم توی عضلات جلویی بدن حس کنید. هر روز میتونید این حرکت رو انجام بدید. حتی توصیه من اینه که هر روز 2-3 مرتبه و هر بار 5 تکرار الی 10 تکرار انجامش بدید. فقط بدنتون خیلی سرد نباشه. به محض اینکه صبح از خواب بیدار شدید انجامش ندید، چون بدنتون سرده و ممکنه که آسیب بزنید. حرکت دوم که اون هم برای کشش عضلات سینه است، زانوهاتون رو بذارید روی زمین. لگنتون باید روی زانوهاتون باشه. دستا رو بذارید روی زمین. این زاویه رو ثابت نگه دارید. یعنی لگن روی زانو، نه عقب‌تر قرار بره نه جلوتر قرار بیاد. لگن همونجا بمونه و شما دستا رو سر میدید پایین و چونتون و سینه‌تون رو اگه نرسید پیشونیتون رو میذارید روی زمین. به شکم دراز بکشید. دستا رو از پشت توی هم قلاب کنید. شونه‌تون رو بکشید عقب. دستا رو از بدنتون دور کنید. به سمت سقف و به سمت دیوار پشتیتون یه ذره بکشید. و آهسته بیاید پایین. دوباره به شکم دراز بکشید. یه دستتون رو باز کنید به طرفین. دست دیگر رو میذارید کنار سینه. یعنی با این دستم نشون بدم کف دستتون رو اینور میذارید کنار سینه. بعد همون پا رو برمی‌دارید، میارید میذارید کفش رو روی زمین و کامل میپیچید، ولی شونه‌تون روی زمین میمونه، شونه این دستتون. اگه تو این حالت راحتید، این یکی پاتون رو هم میتونید بچرخونید روی زمین. یه بارم از این ور نشون میدم. دستم بازه، این یکی دستم کنار سینه. اول پامو میبرم میذارم پشت.
اگه راحتم این یکی پام رو هم میذارم کنارش و آهسته برمیگردم وسط. تقویت عضلات پشت هم همینجوری به شکم دراز بکشید، دستا رو بکشید جلو، باسنتون اکتیو باشه، پاهاتون اکتیو باشه، شل نباشه، به خاطر اینکه نمیخواین به کمر فشار بیاد. باسنتون اکتیو باشه، نگاهتون به زمینه، آرنجا رو خم میکنید میکشید عقب و یه ذره سینه رو از زمین جدا میکنید و برمیگردید. باسن اکتیو باشه، حرکت به کمر منتقل نمیشه و توی کتف و زیر بغل تموم میشه. به شکم دراز بکشید، دستاتون کنار بدنه، 90 درجه خم شده، نگاهتون به زمینه، همینجا میمونید. فقط دست ها رو از بازو و شونه از زمین بلند میکنید و کتفا رو به هم نزدیک میکنید. حرکت سوم تقویت عضلات کتفمون هم دستا رو دوباره باز میکنیم به جلو، باسن اکتیو، پاها اکتیو و این بار دستا رو کامل دایره باز میکنیم کنار بدن و یه ذره میایم بالا. مجموعه این تمریناتی که توی این ویدیو بهتون یاد دادم کنار هم باعث میشه که هم عضلات جلوی بدنتون باز بشه و هم عضلات پشتی بدنتون تقویت بشه و در مجموع به مرور زمان اگر که مرتب انجام بدید کاملا خودتون هم متوجه میشید که چقدر شونتون باز شده و قامتتون صاف شده. یادتون باشه که صاف وایسادن توی زندگی امروز واقعا دیگه برای هممون دشوار شده به خاطر سبک زندگی و ارزششو داره که یه ذره براش وقت بذارید. حتی اگه ورزش‌های دیگه هم نمی‌کنید میتونید که روزی چند دقیقه وقت بذارید و عضلات کتفتون رو تقویت کنید و بتونید راحت صاف بایستید.